این جمعیت یعنی تشویق اصلا در شأن این جمعیت است. ماشاءالله دوستان کف بزنید و افتخار زوجهای نازنین، زوجهایی که قرار است بعد از این سفره مشترکشان پهن شود. ماشاءالله دوستان بلند کف بزنید. از آخر برادرای ما لطفا همراهی کنید. از خواهرای انتظامات محتشمند همکاری کنه در قسمت زوجهای نازنین لطفا همکاری کنه انشاءالله. ماشاءالله دوستان ادامه بدید کفایی کنه. ماشاءالله این جمعیت و این کف چیزی نیست دوستان. لطفا در شأن این مجلس تشریف کنید. از قسمت آخرها برادرای عزیز خسته شدن از اون تشریف کنید لطفا. بلند دوستان ماشاءالله خواهرای عزیز بلند کف بزنید. برادرای عزیز شما انگار دامادها و عروسها را دوست ندارید. تشریف کنید دوستان بلند کف بزنید. ماشاءالله ماشاءالله این حال و این هوای مجلس و این روز مبارک و میمون آرزوی هر دختر خانم و هر آقا پسری است که در چنین جشن باشکوه مراسم ازدواجشان برگزار کنند. ماشاءالله به حال و هوای مجلس و درود بر خانواده های نازنین که چنین مراسمی را تداوی بودند و سپاسگزاریم از حامیان و برگزار کنندگان این مراسم که واقعا چنین فضایی را ایجاد کرده برای جوانای ما. ماشاءالله بلند دوستان تشریف ها کم شد. بلند دوستان کف بزنیم دیگر. خسته نشین دوستان. این مکانی است که اصلا خستگی نداره. دو جشن دوستان، یکی ولادت و دیگه هم جشن 60 زوج جوان دوستان. کف بزنیم ماشاءالله. لطفا یاری کنیم دوستان با کفایی. دلبندایشان این مراسم هست و در این مراسم میره خانه وقتشان. کف بزنید پدرهای عزیز، خانواده های عزیز که یکی از بزرگترین آرزوهایش دیدن همین صحنه هست. پس دوستان کف بزنید، دریغ نکنید. تنها هدیه شما امروز کف زدن دوستان، تشریف کردن. ماشاءالله باز هم بلند کف میکنید دوستان. دستا را بالا برید بلند. ماشاءالله دوستان خسته نشین دیگر. ماشاءالله کف نمیزنم. انگار داماد و عروس خانوما را اصلا دوست ندارم. هر کی کف نزد انگار کسی داماد و عروسای نازنین دوست نداره. ببینم کی دوست نداره. آخرا فکرم شما دوست نداریم. بلند کف بزنید ماشاءالله. بلند آمد خورد. مثلا چند دقیقه دیگه دوستان دوام بیارین. خواهرها برادرها چند دقیقه دیگه ماشاءالله بلند تشریف کنید دوستان. ماشاءالله انشاءالله که عزیزها و پای هم پیر شود و برای